سامانه موشکی باور 373 یک سیستم موشکی پدافند هوایی از نوع دوربرد زمین به هوا و خودکششیه که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران با همکاری قرارگاه پدافند هوایی طراحی و ساخته شده. موشک مورد استفاده در این سامانه از نوع صیاد 4 و صیاد 4 بیه که مجهز به سیستم مانورپذیری پیشرفته است. این سامانه از سیستم دفاع موشکی S-300 نمونه برداری شده. با این حال قرارگاه پدافند هوایی برای حفاظت از مناطق حساس خودش همچنان از سامانه روسی S-300 استفاده می‌کنه. به ادعای منابع ایرانی، باور 373 بعد از ارتقای نهاییش میتونه اهداف رو از فاصله 450 کیلومتری شناسایی و 400 کیلومتری رهگیری کنه. همچنین توانایی هدفگیری از فاصله 300 کیلومتری تا ارتفاع 32 کیلومتری رو داره.